ما سر این با علی جنگ. یه کسی از کوفه رفت پیش معاویه گفتش که از کجا میای؟ برای خودشیرینی به معاویه گفتش که من از جایی میام، من پیش مردی میام که بسیار ترسو، بسیار بخیله و هیچ صحبت کردنم بلد نیست. معاویه گفت پیش کی میاد؟ این گیج شده گفت پیش علی بن ابی طالب. حالا معاویه برگشت گفت علی ترسوه که شجاعان عرب شکست دادنش تو در جنگ ها آرزوشو بگو. علی بخیله که اگر کوهی از طلا داشته باشد تماما قبل از اینکه به خانه بره در راه خدا انفاق بکنه. علی بلد نیست حرف بزنه که اگر خطبه های علی نبود سخندانی و سخنرانی در عرب از بین رفت. گفت پس معاویه تو که اینقدر علی رو قبول داری چرا حکومت رو بهش نمیدی؟ گفت ما اصلا بحثمون با علی سر شایستگیش که اگه سر شایستگی بود از او شایسته تر وجود نداره. گفت سر چیه؟ گفت سر عدالتشه که اگه بیاد سر کار یه نقد از این کلاه حکومت به ما نمیده.